بله بفرمایید. چی بکنید این بار؟ ماما بدکون خوب مرغ زنده هم داریم. چی؟ مرغ زنده. بله. چی بکار داشتی؟ مرغ مایی؟ اونو سرخون میشیرن نگه شمپو ها. شمپو اینا. شمپوه. سرخون میشیرم نه؟ جون خورم میشیرم نه؟ خب شما چی مایی عمل کنه سودا مایی؟ اینا بچه خالمی توپاکایی که مثلا بچه خود بازی میکنه. به تا تلویزیون که بازی میکنن. بچه خود بله. بچه خود به تا تلویزیون نیه کتای اندگه مردم میگه. او گله. نه ایتا میکنم. ایتا. ماما جو. تو چی میایی؟ تو سودا تر بودو. دشمله هم داریم. دشمله هم. البته یک لیستی میایی. ماما دشمله کیلو چندیه مثلا؟ کیلو 60 روپیه. 60 بله. خیلی ارزون میدین شما. شکر به چندیه؟ شکر 70 روپیه. 70. ماما حال هوا گرمه مثلا کشمش سبز داریم شما کشمش سبز میخرم؟ اشته نمیخرم. ماما چای سبز بم داریم؟ به چندیه مثلا سیر یک سیر به چندیه مثلا اگه بخرم؟ داریم تو چی کردی؟ تو بگو همه هر سودایی که میبینم تو سودا تو بودم برو برات کار فلالای به. اما یخچال شما نه؟ بله یا تعمید کن که هست از ما دیگه. شما یخچال داریم ما یخچالی نداریم بخوریم. حالا تو بیاید چی بستونی ماما گپ بخور بگو آخرین گپ بخور. هیچی مگوتون شما شیر مادر شما به خدا. شیر مادر شما دشمله داره مرغ زنده داریم یخچال داره مثلا الان به پیار خو که نمیگیم ما به پیار خو میگم پیار او میگه او من میگم پیار ما به خونه خو یخچال نداریم میگه برو یخ سلام سایا بستو من سیکو بیام آدم مگر مال برو ما پیار خو بگم اسم شما چیه لالا؟ عباس. ما برو میگم امو عباس یا به دکونی داره او بابا به دکون خو یخچال دارم اونا به سراخ هم شاید یخچال تو چی میگی؟ هیچی من تو همه چیز داریم شما واقعا میگو ما مقصره تو من کار رو بیکار کردی اینجا بیاید یا نیم ساعت گپ میزن آخر میچی نمیستونی نگردن من موضوع من میبیده که گفتم پیار و یخچال نمیستونم ماجه برو دشمنه گفتیم به 60 اگه یک روزی بخری نه به تو گفتم به 60 نیم سیر مثلا چند نمیشه شما گیرونه به تو گفتم 60 خاطر نمیفهمی به چندیه هست تو چی کردی برو دیگه ماما برو تو تور نزن سیارت نکنه و دیکن بیرشو چرا شما مشتری ها خسلت میکنیم ایت مشتری ها یا کنی ساعت ما بیر میکنه آخرم میگه هیچ چی ما خونه داره میگه یخچال داره میگه ما اشته یعنی میگه شیر مادر شما اگه مادر شما شیر خوش نخورده بیدن که شیر مادر شما خب اگه شیر خوش خورده بیدیم شما که شیر مادر شما نه شیر مادر شیر خوش خب برو برو که عقل کما پخته کن سه که رشته آدم پیدا میشه مردم یه کار بیکار میکنم میگه شما یخچال دارم میگه ما دارم میگه هیچ داریم ما خونه داریم خب ما چی که نداریم سلام علیکم. سلام علیکم. زنده باشین. سلامت باشین. شکر خدا. زنده باشین. جان بفرمایید. دکون شما نه دیگه. بله. چرا ما دکون شما خیلیه؟ این دفتر معاملات داره. دیگه چیز لازم نیست. یعنی چیزایی که هست دیگه. دفتر ماما شما نه. دفتر معاملات. معاملات بله. چی مثلا؟ شما به چی دکون کار داره؟ بله. شما به کجا کار داره؟ نه ایش کی من گفتم که این دفتر معاملات خونه و زمین و باغ و موتر آها مثل سراما سرا داریم شما نه ما سرا چی داریم شما ما سرا میشینیم لک و 20,000 پیار مثلا بگرفتم چیز کردم پولار بدادم دست مامای به چی گیره کردیم نه ما به کرام نمیدیم نه خریدیم لک و 20,000 نفر دادیم شما خونیو میشینه
ها به سلام میشینیم. خیلی وقت میشه ماما. خب مال ما چی خدمت کنم؟ علمی بولج که مثلا 15 روز دیگه که بیایه 15 روز دیگه که بیایه مثلا 18 ماه میشه. خب 15 روز 18 ماه 15 روز 18 ماه 15 روز 18 ماه. خب ما چی خدمت کنم به شما؟ بالشتا اینا چه اینجا ماما با شما خوشحال میشین؟ ولی از اینه که هر رقم راحت بشینه یکی زیر کمال خود مزداره یکی به پلو خود میشه که بخونه خود میلیم بخوایی شدن ها من بخواه هر که بخونی خدا من بخونه پیشون خواه خاطر نه ترسون کار خوب بگو برارمه. شما مثلا آن وزید یکون خود چی داره؟ چی به کار داره شما؟ من یعنی میگم که چی داره مثلا شما بگیم. ما خونه، باغ، زمین، کرهی گیروی کسی به کرام بده میاد پیش ما صرف نگونه بگیره هم بده. بیلا ماما شما باغ هم داریم خونه هم داریم زمین هم داریم. بله بیلا ما اگه میفهمیدم روز اول پیار خونه میکردم. بیشتر پیار خونه میکردی؟ ماما پیار داره ماما هیچی نداره. گردن بند باشه میشه خونه من گوشتگی دومرو میده. ما همینایی که هست از ما نی از مردم و اینجا به دفتر ثبت که اونا بفروشن یا به خریدن کسی نمیاد. اشته پیار داره مردم پیار داره. مردم اشته زندگی ها داره من بیشتر پیار داره. بیشتر پیاری داری؟ من بیشتر پیار داره هیچی نداره بابا. نه زمین داره نه باغ داره نه موتر داره خره نداره ماما. کجا میشینه؟ کی؟ شما؟ ما پلو درخت سوخته. کدو درخت سوخته اونجی که نمیریم همون تکبریم میتو با دور زنی میتو بریم اونجا گایه تکوچی سرامانه ماما اونجا گاه برای جایی کار خوب بگو خاطر وقت ما نگیر خله. چی کار داری؟ حالا به ما چی کار داری؟ خود چرا ماما دکون شما خیلیه مثلا شما مگذر زمین هم داریم باغ هم داریم چرا دکون شما خیلی بسکوت این دکون خاربار فروشی کنیه که ما این پر کنیم این دفتر معاملات همین میز لازمه همین مبلا لازمه که میمون بیای همینجا بشیده همین کسی که کار چیزه داره دیگه هتل نیه که این پر کنی یا دکون خاربار فروشی باشه تو چیزی لازم داری وقتی برو از سوپرمارکت برو بخوبست کنه هر چیز هر دکون رقم داره از خود خوب رنگی داره ماما دکون شما رنگ داده ماما رنگ داده ماما چرا موتر شما اینجا بسته کرده ما موتر کوچه‌ایه موتر شما چرا به دیوار تو چی کار داری حالا خونه خوب کرا میدی خونه گیروی می کرایی می تو گپ خوب بزن خاطر ما کار داره برارم بگو ما گفتم خاطر با پرسوسه کنن دکون شما چرا خیلیه من خاطرم نداری یا به کار نداری بفرما وقتی بیرون وقتی کاکا وقتی وقت قرآن میگیری از ما وقتی زن یا مثلا خیلی داری تو وقتی برو بیرون وقتی یلا شما که ما آدم خوبی اول آدم خوبی ماما لکم آدم خوبی وقتی زن تو اینجا بیوده آمدی وقت مرزایی میکنی کار دیشته بشیم اینجا به خدمت کنی نه من با تو سعی کنم شما زمین داریم ما پیار برو بخیر برو کاکا برو ماما پیاری هم داریم الحمدلله پیاری هم دارم برو بخیر برو کجا برو ماما برو برای کار خوب برو باید مزاحم مردم نشو برارم بعد برو دیگه ماما شما نباید که مثلا ما به شما میگم همین که گردن و بند با شما ما همین تا بیمیه پخته نمیکنم که به دیوار زیری باور کن تا به یک ما مثل نه ما بیزار مراجع برو ما چاش میرم بخونگاه خونین میخورم نزدیک پس میرم برو بابا گفتیم شما چند تا باغ داریم از خودخون مثلا از خودخون نداریم ما از مردم به اینجا ثبت که برای خرید و فروش تو بگرد میفهمی یا نمیفهمی اونا آقا مگرم چی مردمی پیدا میشه 3 ساعت وقت ما بگرفته اینجا گپ بیوده دادا خدا حافظ دیگه خدا حافظ تو بخیر بری برو خوش آمده ماما خدا حافظ تو ببخشید ماما جان ماما گردن من باشه میکی سامال بپالی یک دریفی اگه باشه چیزی همین تا امو بشکه شما او نداره کمی بخورم او داره کلمان داره کلمان اجازه بخورم الان به من بیا بخور خیلی برو بخیر
سلام علیکم. من نام شما ماما. زنده باشید. اجازه بیایم ماما. بفرمایید صاحب اجازه این. یا رفتیم برو. بفرمایید. سلامتین. زنده باشید. لباس دارین. ماما مر بگیریم. بله. مر بگیریم. اندازه شما. خب همی کنار خوبا کنیم. نمیشه یه اسکرین خورده دارین. اسکرین خورده. ببین اندازه خوبه. بله. خب برارمه یک دقیقه می نخور اگر پیش تو نمیچه می اندازه تو بگیرم. استینا خور تاکش برار تو همین نمیشه بگذاری. دراز خود است با لالا جو تو به کدوی زبون میفهمی من کار دارم آخه همین بگذاره اگر دست دراز تو تال دکم رخت بخود یاد خوشتن دارم اوی سال. یه همینه که تو با 10 سال یک دفعه اختیار میکنی که نمیفهمی اندازه خواهد فعلا آتش اونامه بگیریم. آتش اونا تو خلاص شد همین دست براسته کو بیلا فقط میگیر سیل آورده استینات هم خوبه یار من یک کدگه به تو میخرم امیر پرتو کو مفتادت من من پول دارم که دارم یک میپینیه. بعد میگه بعد میگه خجالت بکشم. آخی خان تو میشته میزان کنم اینجا مایه بشکاش اینجا من اینت پخلوچه میکنیم و بعد نمیایه. اصلا من تیرم که تو پخلوچه کنم خوبه همین خان تو یک دقیقه اینجا من نگیریم گردم و بعد میگه ماما و خجالت بکشم. ماما چی که علی خان تو میزان نمیشه کار کنید دست شما به گلو من نخوره بعد نمیایه انه بگیرید. ولی امیر بگذارم امیر بگذارم تو به یک جانی از کلین خورال دیست خود دستام کو خلاص شو گردن من بگیریم. خود توی تیر به دام خومی که نیشته افتید کنم ایتا بگو بخلاده بعد میایه گردن من خجالت میکشم بعد نمیایه. عزیزم من وقت ندارم. خب بابا همین اندازه خوبه سعود بعد به جیراکه شلوار همسایه کی؟ شلوار تا همین تا خوبه شلوار چیه؟ همین تمون تا همین تا خوب اندازی رو اینا رختا پیار منه. خو همین به بر تو صحیحه گیری کردن خودی تو پیار تو سعود تو پاچه تو نمی ماما گردن من به شما دیگه به خونه خدا تو توی دست نده که میشکنه برارم افغانستان میگیره. صحیحه این مواری نیه برو افغانستان میگیره. تو بگیر اک پاچه خودی بر برار جا این پا خونه میده خرکو تو با کجا کلون شدی؟ به سراخو پاچه تنتیاره اندازیو پا ما بیروشه. تکاتو چند متره؟ کی؟ تکاتو بخیر خوشی تکا کی؟ تکاتو چند متره؟ تکات میدی چند؟ من چی به تکه چیه؟ لباساتو چند متره؟ این تکا. تکایی که میار دیگه رفت بیار کنم به تو نه اردو من بخیر خوشی گفتم هم ایده روزه که بخیر خوشی آمده اگر اختا خود میارم. یعنی تو حال رخت نردی بیا به اندازی خود بگیری 2 ساعته به عید روزه که 1 سال مونده و 1 سال مونده دیکن شما میچه؟ من گفتم بعد روزه بیارم شلوک میشنه با شما اینجا بابا من خودم بقال مقال بشید. رستی میگی یا شوخی میکنه خود من؟ یعنی حال تکه نردی؟ نکردم ما پول ندارم ما این هم افتاد از مرتکه. برو بیری شو تست بده چره؟ من مسخره پیار تو میگم مسخره تو چره؟ 2 ساعت اینجا اندازه خود میگیری دست خود به پینه من با پارسال برای تو متگه اندازه من بگیریشتم. تو مثل دیوار شکسته به یک جا راسته نمیشی تو اینجا بیامده که من اندازه تو بگیرم بده بگی تو نایدی سخت گیری
کردن خودی از این مرتکی بیعقل نافهم من نمیذاره که اندازی تکار بکنم حال بیام که اندازی ما بگی به 1 سال بعد من تکه میارم به تو منو واکو سلام علیکم کیاری بخیر سلامتی شکر داده باشه پیار همین چیه؟ بلیا با دنبال کرای سرا آمودم کرای سرا ها خب باشه من برای اینا میگم چی میگی؟ خب میگم میگم نمیشه 4 بوج میشه شما قرض داریم ایش نمیگی خب میفهمیم بله پیاخ صدا کو بله پیاخ صدا بله پیاخ صدا کو بله 4 بوج میشه پول کرای سرا نداره میگم بابا چه کار دل میکشی؟ خیلی خوب بابا جو قبل داری بود بخر چرا؟ چرا بیامده در سراغی خداد میکشه که کرا با سرا خوب گره 12,000 میشه صاحب سرا آمده؟ بله به در سرا؟ آه بابا چه کار کنم؟ چه کار میکنی بابا؟ چه کار میکنی؟ پول میلی داریم بدیم بابا رو برای علی بودو بگی نمی که 20 سال و 20 دلاری به در سرا میرسته بابا نمی 2,000 دارم بگی صدی فهم پول خرجی خونه رو بخور بابا 2,000 قبول خواکم برو بده دست دیگر کار میچ بعد پول قبول کنه برو خوب سنگ شدم اینجا پیار ما گفتم مال همی 2,000 داریم بگیری 10,000 دیگه شمارم تا 1 هفته دیگه بخیر برو که برات کار برو مسخره تونم من 2,000 پیاز کجا بیاره به مال 12,000 پیش ما فامیل بدین ندارم سبا تخلیق کنم که بودم بیا کدایی بودم 2,004 بوج باشه تو از کارای قرض دار 2,000 میدی به دست من خلاص برو با کار خوبه بده پیاخ تو صدا کنم خودی گپ زنم برو بچه آدم رای کده که 2,000 به دست داده که تو برو بده به دست بده که بره سر به چه شیره میماله جب مردمی همینا بابا همه بیا این بابا سلام علیکم و علیکم خوب خیر درسته میگم برو این 2,000 داشتم دمدن رای کدوم بیشتم نمیشه لالا جو قانون بانگا اینه که مگر بوج به بوج مگر پول خود تحویل بدی تو حالی 4 بوج میشه تو قرض داری 2,000 به دست به چه نداره رای کدی تو قرض به دست بده خود بکشم لالا خود بکشم نمیشه لالا پول مردم حداقل پول دو بوج خود تو میبینی کار غریبی نیه روزگاری اینه من چه کار کنم بابا کار چی کار من دارم کجا بیارم بابا غریبی تو چی کار دارم بفهمید حداقل پول 2 بوج بده برای من ندارم پیار خوبه کردم میکشی چرا بکشم خود ندارم دیگه کجا بیارم همین 2,000 داشتم گانه بیاردم بدون دست تو دادم دیگه بعد همین 2,000 بده آن برو 5 روز بعد باز میایم من 10 روز بعد برو خیر خوش بیا 10 روز بعد ساق قبل خستادی برو 10 روز بعد بیا بعد من کار غریبی کنم تو بیارم برو صحیح باز بعد ما شما 10 روز بعد برو 10 روز بعد بیا یک بار مستر بره